Les monitrices ne peuvent avoir que des élèves du même sexe, mais les moniteurs ont le droit d'enseigner à des femmes sous certaines conditions. زنگ میزن نزدیکترین دوستان کی هستن؟ دختر خاله ای، پسر خاله ای، کسی که بتونه همراه شما بیاد. حالا بریم پایین زنگ بزنم میتونه خودشو برسونه. بفهمید. Pour cette fois-ci, je serai donc l'accompagnatrice de Tanan, son chaperon, tout en continuant à réaliser mon film. ببینید من آقای محمدی چقدر با مثلا مربی راحت تر رانندگی میکنم، اصلا افسر که بود دست و پامو گم میکردم، هول میشدم. خب یه چیز عادیه خانم، منم اگه بشه افسر بشم امکان داره یه مقداری با التهاب همراه باشه. شما خب 15 جلسه با من بودین و به اخلاق من، روش‌های من عادت کردین. کلاچ با این کلاچ. بعد ما میشه هنرجو، با ما مثل یه خانواده میشیم با هم دیگه. دیگه شما با خانواده‌اش راحته. بعضی شده حتی با هنرجو رفت آمد خانوادی باش پیدا می‌کنیم. فرمون با افسر شما. آره دیگه شما هنرجوتون عروستون بوده دیگه. آره هنرجوتون عروستون بوده. هنرجو عروس دوم هم گاز بده. گاز بده خانم، گاز بده، گاز بده. می‌بینی به این میگن شانس. گاز بده، گاز. رفته جلو در خونه‌شون. یهو هنرجو خانمم بوده. آره. خوشش اومده گفته من این دختر رو میخوام. حالا ما کی بشیم تا ازدواج. این شانسا که برای ما گیر نمیاد. نیش بزن. برو. آروم. قسمت هر چی باشه همون میخواد. شما ان شاءالله یک شخص خوب گیرتون میاد و گاز بده. قوس بیا تو کلیدور خودت بریش. ببین این کلیدور ماست. گاز بده. ماشین بغلی هم راحت بره رد. حالا برو گاز بده. به آقای محمدی از جلسه اول تو می‌خواستی منو شوهر بدی تا الان که دیگه جلسات تموم شد و یه ماه هم گذشت و رفتم و 20 سالم رد شدم، هنوز تو برای من این نفر پیدا نکردی. آخرش من میمونم ترشیده میشم. حالا ببین که ولی با گواهینامه اون مهمه. با گواهینامه. آره دیگه. قوس بیا. کلاش ترمز. لعنت چشم. میخوای ازدواج کنی نوه من هست. ولی باید اون بزرگ شه. آره وایسم اونم بزرگ کنم برات. دیگه چی میخوای آقای محمدی؟ این موقع خوشی زیر دلت نزنه. نگران نباش، پس ساعتش میره یکی دیگر میگیره میگه تو پیری. اینطوری به پهلوها میخوره. ناگهان برای این با نیش ترمز بزنید. وقتی ماشینای به این حالت اوریب میان به سمت شما باید چیکار کنی؟ نیش ترمز بزنی. مدرک تحصیلی چیه؟ در حال تحصیلم دیگه دیپلم دانشجو هستی. کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه چیه؟ خطیه مستقیم. درس خوب نخوندی. کلاچ. این ببین تو رانندگی نه که الان خیلی راننده خوبه. الان بیاد بقول آقای غلطی اینجا زیادی گوش کن. بحث نکن. بحث شما ضرر میکنی. آقای محمدی الان دوباره بحث نکن. میره تو هم شروع میکنم. ببین گوش کن. میگم کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خطی مستقیم. وقتی این ماشین اینطوری اوریب میاد، کج میاد، شما مستقیم میاد، شما زودتر به اون میرسین. در همچین مواقعی باید یه نیش ترمز ملایم بزنی. کلاه ترمز. البته اون ماشینم خب نباید اینطوری بیاد. ببین ما نمیتونیم همه رو بیام تربیت کنیم که. ما اینجا هدف اینه ماشین خودمون سالم بریم. این خانم پشت فرمون نشسته. مسئولیت این ماشینی داره. راننده این ماشینه. اگر اون ماشین بد اومد ایشون خوب رانندگی کرد، خب دستش درد نکنه. بعد مهارت خودش نشون داده که راننده خوبی هستش. ولی اگه بخواد بزنه به اون کار نداره که. انا شما پیاده شو. یعنی هر کی برای خودش دیگه. بله هر کی اصلا خب خیلی اصلا بد رانندگی میکنین. اصولش همینه. الان من یکی دو جلسه هم با آقای شادروان که رفته بودم، یهو از سمت راستم من ببخشید خیلی خطرناک یه نفر اومد سبقت گرفت. بعد من دستم گذاشتم رو بوق و اینا. یا آقای شادروان با من دعوا که تو چرا برای این بوق زدی؟ گفتم خب نباید. گفت همچین میگی که انگار داری تو خارج زندگی میکنی. دختر خوب تو ایران داری زندگی میکنی. فهمیدم که راست میگه و حق با ایشونه.